سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. بحث رو در مورد شاخص‌های برازش ادامه میدیم. این جلسه تمرکز میکنیم روی مجذور کای. بهش کای اسکوئر هم میگن، خیدو هم میگن، مربع کای هم میگن. علامتش هم کای یه چیز شبیه ایکسه. و اینم در نظر داشته باشین که توی خروجی شاخص‌های برازش ایموس اصلا کای اسکوئر ننوشته، به جاش نوشته سیمین. سیمین همون کای اسکوئره. دو تا نکته در مورد کای اسکوئر هست که یه جورایی متمایزش میکنه. یکی اینکه خیلی پایه‌ای، یعنی خیلی از شاخص‌های دیگه مثل CFI، TLI، RMSEA اینا از کای اسکوئر محاسبه میشن. و دوم اینه که یه جورایی اولویت اول گزارش شاخص‌های برازشه. یعنی شما اگه داری شاخص‌های برازش رو ارائه میکنی حتما باید کای اسکوئر رو ارائه بکنی. معمولا قابل قبول نیست که من بیام مثلا CFI، TLI رو گزارش بکنم اما کای اسکوئر رو گزارش نکنم. معمولا اینجوریه. خب ما اپیزود قبلی در مورد اصل این که شاخص‌های برازش چی دارن میگن صحبت کردیم. شاخص‌های برازش شاخص‌هایی از انطباق مدل روی دیتا هستن. کای اسکوئر چی رو داره میگه؟ داره میگه که تا چه حد مدل روی دیتا فیت نیست، یعنی جور در نمیاد. یعنی تا چه حد روابطی توی دیتا داریم که مدل اونا رو درست توضیح نمیده. کای اسکوئر یه چیزی شبیه آماره T، آماره F، شبیه ایناست که باشون آزمون فرض انجام میدیم. کای اسکوئر هم یک شاخصه که ما باهاش آزمون فرض انجام میدیم. پس ما هر مدلی رو وقتی میایم روی دیتا اجرا میکنیم، حالا با یه شرایطی که باشه، ما میتونیم کای اسکوئر رو محاسبه بکنیم و کای اسکوئر به ما این اجازه رو میده که این فرضیه رو بیازماییم که مدل تعیین شده مدل درست تو جامعه هست. کای اسکوئر فرض صفرش اینه. اگه فرض صفر رد بشه یعنی این مدلی که من در نظر گرفتم مدل درست نیست، یه جایش اشکال داره، یه جایی هست که مدل من درست روابط رو توضیح نمیده. حالا ممکنه یک بخش کوچیکی از مدل هم باشه اما به صورت کلی کای اسکوئر این رو داره میگه یه جایی از مدل اشکال داره. طبیعتا همونطور که گفتیم مثل آماره T هست، کای اسکوئر هم مثل آماره T خب یک پی ولیو داره متناظرشون. کای اسکوئری که ما به دست میاریم براش یه پی ولیو هست که اون پی ولیو ملاک آزمون فرض منه که آیا فرض صفر رو ریجکت بکنم، مثلا اگر پی ولیو کوچکتر از 500 بود، یا ریجکت نکنم اگر مثلا پی ولیو بزرگتر از 500 بود. خب یه نکته مهمی هست این وسط، تفاوت آزمون کای اسکوئر تو مدل ساختاری با سایر آزمون فرض‌ها. آزمون فرضی مثلا آزمون T برای مقایسه میانگین ها یا تحلیل واریانس آزمون F، معمولا فرض پژوهشگر توی اون آزمون ها برخلاف فرض صفر بود. یعنی ما فرض صفر رو در نظر می گرفتیم که مثلا میانگین ها یکسانن، اگه فرض صفر رد می شد اون موقع فرض پژوهشگر ثابت می شد. اینجا برعکسه. فرض صفر اینه که مدل پژوهشگر مدل درسته، اگه این فرض رد بشه یعنی این مدل یه جایش حداقل اشکال داره. خب از اینا بگذریم. نکته مهم توی گزارش کای اسکوئر، شما وقتی میخواید کای اسکوئر رو گزارش بکنید باید توجه داشته باشید که خیلی وقتا نرم افزارها چند تا کای اسکوئر براتون گزارش میکنن. یعنی تو خروجی چند تا ممکنه کای اسکوئر داشته باشید. مثلا تو ایموس 3 تا کای اسکوئر گزارش میشه. خیلی از نرم افزارها اینجوری هستن. یکیش مدل پژوهشگره، یکیش مدل اشباع شده است و یکی مدل استقلال. اون دو تای دیگر رو من در مورد صحبت نمی‌کنم فعلا. اون کای اسکوئری که ما باید گزارش بکنیم کای اسکوئر مربوط به مدل پژوهشگره که معمولاً با لیبل یوزر مدل یا دیفالت مدل، حالا تو تصویر پایین می‌بینید ما یک کای اسکوئر داریم برای دیفالت مدل ارائه شده. گفتم تو خروجی ایموس کای اسکوئر با عنوان سیمین ارائه میشه. سیمین رو می‌بینید 110 خورده ای. توی گزارش ما باید خود کای اسکوئر رو گزارش بکنیم، درجات آزادیش رو باید گزارش بکنیم و پی ولیو متناظر با اون کای اسکوئر رو. نکته پایانی در مورد کای اسکوئر اینه که وقتی حجم نمونه من یک کمی بالا میره، مثلا فرض کنید به محدوده 150-200 که رسید، دیگه کای اسکوئر خیلی حساس میشه. یعنی کوچکترین ناهماهنگی بین مدل و دیتا رو تشخیص میده و پی ولیو
معنادار میده، یعنی مدل من ریجکت میکنه. آیا این یعنی مدل من واقعا به درد نمیخوره؟ نه. معمولا ما با کای اسکوئر معنادار مدل رو کنار نمیذاریم. اما اینجوری الان میدونیم که مدل ما به صورت کامل درست نیست توی جامعه، این رو به ما میگه. اما خیلی وقتا مدلی که اگرچه کاملا درست نیست اما به اندازه‌ای منطبق بر واقعیت هست که کارآمد باشه، من بتونم ازش استفاده بکنم. به قول یکی از آماردانان معروف که اسمش یادم نیست، همه مدل ها عملا یک کمی غلط هستن اما خیلی از اونا به کار میان. همین ضعفی که الان گفتیم باعث شده که ما شاخصهای برازش دیگه از این کای اسکوئر به دست بیاریم که این ضعف رو تا حدی برطرف بکنیم. تو قسمت‌های بعدی به بعضی از مهمترین شاخصهای برازش که به اصطلاح بهش میگیم شاخصهای برازش تقریبی، کای اسکوئر شاخص ایگزکت فیته، برازش دقیق. اما شاخصهای برازش تقریبی داریم، یه مقداری اونها رو هم مرور میکنیم. خب ممنون از توجهتون، خدا نگهدار.